هیجانی باشیم. من شما رو به رعایت قوانین بازی و احترام به یکدیگر دعوت می‌کنم. آنو بزن اوکیه. امروز روز معارفه است و همه یک دور بدون چالش صحبت می‌کنیم. سلام دوستانتون بخیر. یه فرصت بازی ندارم ولی اشکال نداره. یه مافیایش رو معرفی میکنم براتون، گردنش میگیرم، روز اول بدیش بیرون. یه نام خیالم راحت باشه. اوکی. آقای گاد لیدر به گردن بنده فردا فرود چک عدد مافیای خوشگل مامان بود. اوکی. ببین 3 بازی، 5 بازی، 6 بازی، 10 بازی، هر کدوم شما کارتتون شهروندی باشه به غیر از 3 بازی فردا خودش رو جدا کنه. بازیکن شماره 2. کنارتونم با آرزوی سلامتی برای آنجل عزیز و ازدواج فرانک عزیز. تارگت میزنم به 3 بازی 7 بازی به 10 هم میزنم. آره اون بالا نشستی فکر میکنی هیچکی تو رو نمیبینه، من دیدمه. بازیکن شماره 3 صحبت میکنه. عرض ادب خدمت همه دوستان است. گلک جان تو اگه همون جوری ماچ بکنی من خودم اصلا کیک میشم میرم، نیاز نیست گردن بگیری منو، قربونت برم. به خاطر هم یه تارگت بک میزنم به 1 بازی. 2 میگه 10 رو میبینم اون بالا، 3 هم میزنم. تو زیر پاتو میبینی، بالا رو مستقیم روبروتو نمیبینی، پس 1 و 2 رو میزنم کلا. بازیکن شماره 4 صحبت میکنه. بازی میکنم، تارگت میزنم. خب 1 بازی، 3 بازی تو سایدین دیگه، مشکوکین جفتتون. یکی میخونه مافیا، یکی میخونه شهروند دیگه. 1 رو بیشتر من مافیا دارم اتفاقا. شاهین میترا. بازیکن شماره 5. سالوادور بیدار شه. 3 تا تارگت به من بگو سالوادور. 3 بازی، 4 بازی، از اونورم میزنم 9 بازی، ولی هفته کاور منه تا ته بازی. 7 بازی تو رو 1000 شهر دارم، منو 1000 شهر داشته باش. نشنیده اینجوریم. دیسلایک بازیکن شماره 6. سلام دوستان، وقتتون بخیر. کولاک این برایندی که آوردی گفتی بین فلانی و فلانی 4 تا مافیا هست، تون صحبت کنم وقتم کمه. برای سیت شماره 8 9 بود دیگه، اینجا که صحبت ها رو نشنیدی چجوری میگی اینجوری؟ حالا به تو مشکوکم. 5 بازی با 7 بازی میگه شهر منه، دیسلایک نشون میده. بین اینا هم یه دونه مافیا دارم، یه دونه هم میزنم به 9 بازی. بازیکن شماره 7 صحبت میکنه. سلام به همگی. من اصلا خوشحال نیستم، شیط حال منم خرابه. کارتمو دیدم حالم خراب شد. اصلا هی دارم به داداش وحید میگم میشه منو بذاری 5 چی میگم پلیو میزنه میره، حالم خرابه. اصلا حوصله جنگیدنم ندارم. خیلی عذرخواهی میکنم از یارای عزیزم، ولی 2 4 8 رو براتون سفید میکنم، چون من از توی اینا من دخترم دیگه، مافیا شدم، اونا قطعی سفیدن. ببین دارم چیکار میکنم با سایدم. بازیکن بعد.
سلام عرض می‌کنم دوستان عزیز، شب همگیتون بخیر باشه. فرانک عزیز تبریک میگم، انشالله که خوشبخت بشی. آنجل زیبه شیدای نازنینم، انشالله که حال دلت همیشه خوب باشه. خب میترا مافیایی لایک تو ببینم. خب من تو رو با امشب میگم با 2 چشم باز میکنی هفته عزیز، با 2 6 بازی چشم باز میکنی، مطمئن باش باز میکنی. آره صبر کن حالا شب بشه ببین دیگه، ولی فردا پارو بزن دوار. صحبت‌های نفر بعد. بخیر امیرم، واقعیتش بگم خوشحالم بازی میکنم. نه اصلا چیکار میکنین با خودتون ها؟ شیشه بازی میگه این یک بازی چجوری صحبت رو نشنیده 4 تا مافیا گرفته. چه فکتی آوردی شاهین؟ هزارش اول گوش کنه بعد. اوف. اگه هفته بازی مافیایی با این شیشه قطعی بازی میکنه، اون یکیش 4، 2 نیست، اون یکیش 4. بازیکن شماره 10 صحبت میکنه. حالت چطوره حسینم؟ خوشحالم با تو بازی میکنم. 4 5 6 8 فورس رو 8 از این جو کره گرفتی، حالم داره به هم میخوره. یک سهم سایتش خودشو باز میکنم، من دخالتی نمیکنم. تارگت میخوری به خاطر که دخالت میکنی تو سایت بندی. ها سر خود باز اینم کرهشو میگیره، فرانک هم ملق زد. 4 5 6 8 و سلام. شب میشه. زمان گروه مافیا. آزین حالا همیشه تبر میزنه. امروز بست پلیر شد برای ما. من امروزم خوش نیست شاهین، میبازیم دیگه، مافیایی ولی میکشم اعصابم اشکال خراب میشه. نداره میبازیم. روز میشه. یک دور همه بازیکنان صحبت میکنند و امکان دادن چالش نیز هست. خب میترا خودشو شروع کرده با عنوان یک مافیایی. درسته خانم میترا لایکت رو ببینم. اینو میگن کره‌گیری زشت. های شماره 10 بازی اینو چی کارش داریم اصلا نمیدونم، ولی 4 بازی میگه شما ملق قبول دارم. بلند شد به عنوان نفر 4 گفت قطعی یه دونه بین 3 و 1 هست دیگه. خانم روز معارفه از چه جوری بلند میشه میگه قطعی؟ مرسی. نفر بعد. گیری 2 بازی فقط داری میخندی صحبت میکنی. تارگتات کیان؟ تارگتت منم الان. با 7 داری صحبت میکنی، اصلا بازی شما در نمیاد. گولاکم که خب شب مرسی. نفر بعد. دوستان عزیز مافیا نمیاد پیام بده که این طرف رو کیک کن بعد خودش باشه بگه من بودم. خب 10 بازی شهر بازی، اما 9 بازی 4 بازی دلش خواسته بگه بین 1 3 و 1 بازی یه مافیاست. شما رو چه؟ تو دردت گرفته؟ یار داری؟ ببین وقتی که تو پا میشی این مدل میگی آگاه بازی، یا اونجا یار داری یا میخوای 4 بازی یا به همین فکت یار جذب کنی 4 رو بدی بیرون. 9 بازی سفت و سخت بهت میزن. ممنونم. نفر بعد. راست میگه، 8 این فکتش درسته، ولی خود 8 هم شده زبون 4. پس یه سایدی هم بین 8 و 9 هست دوستان. یه سایدی بین 1 و 3، یه سایدی بین 8 و 9. اینجا خودت هم 8 بازی گیر کردی دوستان. سالوادور همه چشما و زبانها و گوشها به سمت سالوادوری که میخواد انتخاب کنه با دست. من نشونه میگیرم به سمت حاج حسین گاد لیدر. کولاک 7 داشت تو رو میزد، میگفت یار من
منی، تو یهویی بهت زده داشتی نگاش میکردی. دلیل این چی بود که تو هیچ واکنشی صحبت‌های بازیکن بعد. نفر بعد. ببین سیت هفته که میخونه دیگه. حالا من احساس میکنم مافیای بازی باشه، نمیدونم، ولی سیت 10 شهر من. سیت 5 نازنین، من برای 9 فکت مافیایی میارم. من زبون 4 بازی نشدم دوست عزیز. من گفتم 4 دوست داشت بین 1 و 3 بازی بگه یه مافیاست. 9 بازی یا داری رأی شهروندی میخری برای 4 بازی، 4 بازی رو سیاه جلوه بدی، یا واقعا بین 1 و 3 بازی مافیا داری. من دوست دارم خبرنگار سایدشو با من و 9 بازی در بیاره. 10 بازی یه دست با من بازی کن، یه دست با من بازی کن رو 9 بازی، سیت 9 بازی در میاد بازی، خیلی قشنگ. صحبت‌های نفر بعد. بازی شما شماره 10 رو شهروند داری؟ شماره 10 بازی رو شهروند داری؟ خب با مسیرت باید به 3 بازی بخوره دیگه. 3 بازی گفته 10 بازی قد مافیای بازیه، فکتش هم آورد. چرا مسیرت به 3 بازی نمیخوره؟ آگاهی که شماره 10 بازی سفیده، پاش خبرنگار اینو بزن، پاش خبرنگار اینو بزن. اوکی، یک عدد مافیا خوشگل مامان بوس، البته بوس برای محمد رضا شهرمنده. اوکی، پاش اینو بزن، سیو دکترم رو محمد رضا بشه. محمد رضا قطعی شهرمنده. اوکی، تمام شد. پاش اینو بازیکن شماره 9 صحبت میکنه. دیدی چه بلایی سر خودت آوردی؟ میگه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد. چی کار داری که اصلا بلند میشی الکی جماعت رو میریزی رو نوع بازی، آخرم زورت نمیرسه خودت میری بیرون. هفته بلند میشه میگه من مافیا هم، شیشه دیگه ناامید میشه، 6 روش فک میشه، دیسکانکت میشه، میره یه دونه یارش. اون یکی یارم هم بلند میشه میگه کولاک هم، شما بلند شین بزنید تو سر هم دیگه. خودش میگه من مافیا هم، یارم کولاک، شیشه هم که اصلا فک روش میشه، دیسکانکت شد، 3 تا مافیا تموم شد بازی. باز دوباره توی بلند شو بزن تو سر من 8 بازی. من میگم این چه کارگیری کرده، دارم ازت حمایت میکنم، تو بلند میشی میگه دایی که منو گردن گرفته شهر، نه پس نوع دیگه مافیاست که از من حمایت کرد. چهار بازی باگ داده دیگه، باگ داده، بلند شده گفته قطعی یه دونه بین 3 و 1 هست. بازیکن شماره 3 صحبت میکنه. ترن خودم دارم فکت مافیایی برای حاج حسین میارم، لایک نشون میدی با من هم مسیرید، بعد چالش میگیری حاج حسین رو سفید میکنی، منم تارگت نمیکنی. اگه حاج حسین رو سفید داری، منی که فقط برای 10 آوردم باید بگی مافیام 3 است دیگه. 8 بازی مافیای به قطع، 5 بازی تو هم اومدی دنده رو دادی فقط رو 10 بازی ها، جای دیگه نزدی. فعلا آن بازی دیدیم بیرون، بذار سایده در بیاد. حاضی موافقی؟ نه دیگه برو حاضی، برو بذار سایده در بیاد، کلیک کن رو من فقط. بازیکن شماره 10 صحبت میکنه. آزین هم مافیا باشه من که آزین رو بیرون نمیدم. محمد رضا تو بلند شدی از رو آزین هم زدی، چه آزین با هر سایدی من که آزین رو بیرون نمیدم. الان خروج تو هم من بلند شدم تک تارگت آزین رو گردن گرفتم، تو بلند شدی فکت منو آوردی، منو زدی، آزین رو سفید کردی. من که آزین رو بیرون نمیدم. الان محمد رضا پسر خوب، تو رو میزنم فقط. خوشگل پسر، خبرنگار فقط ساید منو با تو باز میکنه. چی شد کولاک ماچ پوست بغل مامان؟ حالا محمد رضا سفیدت سیو دکتر روش بخوابه؟ پسر خوب اینجا کوزاکو ما هم گوز فقط با محمد رضا باز میکنه. بیا برو شو ملق تپان علی. بازیکن شماره 5 صحبت میکنه. گاد لیدر بعضی وقتا شک میکنم اصلا بازی رو گوش میدی. من در مورد 10 حاج حسین اصلا حرفی نزدم. من در مورد همین 8 که تو داری تارگت میکنی گفتم زبون چاله شدی. گفتم پس یه سایدی بین 8 و 9 هست. الان تو میگی تو 10 رو خلق کردی. واقعا حاج حسین هرچی فکر میکنم هر چی هست بین همین کولاک و گاد لیدره.
اصلا نباید جایی. امیر خیلی فکت سالمی میاره، به نظر من همون کولاک رأی گیری شروع میشه. بده به 5 بازی گانو. گانو بده به 5 بازی، 1 بازی رو بزنه. میزنم، یکی بازی رو میزنم. بازیکن بعد. مرسی. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. نفر بعد. بازیکن بعد. نفر بعد. شب میشه و شهر به خواب میره. تیم مافیا بیدار. تیم مافیا به خوابه. زمان گروه شهروندان از حالا شروع میشه. روز میشه. دیشب بازیکنان شماره 4 و 10 از بازی خارج شدند. اگر موافق استعلام وضعیت هستید لطفاً رأی بدید. یک دور همه بازیکنان صحبت می‌کنند و امکان دادن چالش نیز هست. بچه‌ها کیا میگن شیشه خونده مافیا؟ یه لایک به من بدن. نظرشونه که شیشه خونده مافیا. 8 تا هم پس موافقی. 8 بازی من آخرین مافیایی که دارم. به چرخ از نفر آخر چالش میگیرم حرف بزنم.
اون یک بازی هم مجبور بودیم چون هفته بازی خب قطعی مافیا بود. وقتی یه دونه صادقانه گفت که من مافیام، بعد صادقانه بلند شد گفت یارمه، دیگه نمیشد، ذهن کل شهر به هم میریخت. 3 بازی اگه نمیرفت بیرون خب باشه، اب نداره. ببینم بازیکن شماره 5. اینو ولش کن. همینه، همین یه دونه خانم سیت 8 دیگه کسی نیست. من گادلیدرم سفید دارم، زیبا خانمم سفیده، خودت هم که سفیدی. فقط میمونه کی؟ منم که سفیدم، خودم و خودت سفیدیم. میمونه بین این ستا که از همه مشکوکتر 8 است که هم 10 رو سفید داشت هم 4 رو. میفهمی چی میگم امیر؟ و داشت به تو میزد. بازیکن شماره 8. یه پیشنهاد دارم، یه دونه مافیا آدز برد نداره، باشه شل کنه، باشه بگه روز بلند بازی گفتم 7 بازی شما شب میشه با 6 و 2 بازی چشم باز میکنیم، گفتم یا نگفتم؟ 5 بازی نمیدونم کجایی هستی یا خود مافیایی. من میخوام امروز بگم 9 بازی فقط این 2 رو خلاص کن. خیلی همین راحت. آره نداره، من مرزا رو چشموشی میکنم، اشتباه کرده. آره یه ذره جوگیر شد، نمیدونم تو بوهه عروس یه فرانک خانوم بود، جوگیر شد. ولی 2000 مافیاست خودش باشه بگه تک مافیا. ببین هفته مذاکره کننده بود، 6 دید 2 بار رفت گذاشت رفت. واقعا دارم جدی میگم، من شهر بازیکن شماره 3 صحبت میکنه. بازی کاری که تو کردی باعث شد هم تکتیرمون بره تو دیوار، هم یکی کشته بشه. میدونی چرا؟ چون وقتی 10 یک بازی سیو میخواد برای یکی، دکتر بازیه. تو دکترمونم از بین بردی دادش. کی بلند شد گفت یکی که تو بلند شدی یکی رو زدی؟ زیبا انصافا میخوای ببری اینجا؟ یعنی آکس برد گذاشتی برای خودت؟ باشه بابا اطلاق کن، تموم کن، بریم میز بعدی دیگه. بازیکن شماره 5. یعنی 3 بازی گاد لیدر تو اصلا روی این 8 مشکوک نیستی که 4 و 10 که اینقدر مشکوک بازی کردن اینا رو شهر داشت. تو میگی تو به غیر از تارگت ما میای یه چیزی دیگه خراب. شماره 8. آقای محمد رضا خان، حالا ما گفتیم 2، چطور مگه منو مافیا نداشتی؟ بذار کلام منقطع بشه آخه. مگه منو مافیا نداشتی؟ دیروز مگه پارو نمیزنه من دارم میگم چه نما 6 و 7 و 2 بازی بود. بابا اینقدر متصوری تو روز رولال شب. البته بذار همینو خلاصش کن، بعدم میگه پاشو شو کن خودتو. شما پاشو خودتو شو کن، پاشو زود باش. بازیکن شماره 3 صحبت میکنه. خب تپان وقتی تو دیالوگ محکم با دو داری میکنی، من شهره چرا باید بیام ذهنیت خراب بکنم؟ آخه خیلی تپانی آزی نگه شهر باشی، جدی دارم میگم، خیلی تپانی. پاشو نوع بازی چیزی که شهرهای ذهنیت دارن میگن همونو انجام بده. آکس برد به این شهره نمیاد، پاشو همونو انجام بده. بازیکن شماره 2 صحبت میکنه. مافیایی میترا میتونم برسم. میترا داشت میگفت که 1 یارشه، 8 هم سفید کرد. خب 1 رفته بیرون خونده سفید، بعد یه سایت بین 1 با 3 هم بود، اون سفیده 3 میشه سیاه. به دادهای میترا استناد کنم. خب 8 رو سفید کرده، نمیدونم والا. باید مافیا نمیشه دیگه، مافیا که نمیتونه ببره. شور کنین دیگه، هر کی هست بگه دیگه. 8 رو میگید 3 میگه چه میدونم. 8 میتونه باشه، 3 هم میتونه باشه.
ولی 5 اومد. 5 بازی تو یه کار مشکوکی هم کردی. زمان رأی گیری دوستان. آماده باشید. رو میزنم 8 بازی رو میزنم 3 بازی که دیگه نمیتونه مافیا باشه 10 که نفره بعد. بازیکن بعد. نفره بعد. شب میشه و شهر به خواب میره. زمان گروه مافیا از حالا شروع میشه. تیم مافیا بخوابه. زمان گروه شهروندان از حالا شروع میشه. بالاخره به روز آخر رسیدیم. بازیکن شماره 3 شب گذشته از بازی خارج شد. میتونید برای استعلام وضعیت رأی بدید. کلیه بازیکنان به مدت 3 دقیقه گفتگوی آزاد می‌کنند و تنها در صورتی تیم شهروندان پیروز میشه که عضو تیم مافیا با 2 رأی از بازی خارج بشه. در غیر این صورت گروه مافیا برنده است. یه لحظه بچه‌ها یه لحظه برین زیر مایکتون ببخشید. ببینید آقای شماره 5 آخه 3 رو هیچجوری نمیتونستیم بزنین دیگه، نه تو نه 8 10 که حرفه‌ای باشه 3 رو میزنه اوکیه میره بیرون. اگرم مافیا باشه که گیر داده بود فقط 3 بره بیرون دیگه. این چی میگم؟ این میشه بس فکت شهروندی 3. جفتتون به 3 زدین، من 8 رو دادم بیرون، بس با 2 دست میدم دیگه اینجای بازی. تمام. یه کاری نمیشه که اصلا فکت بازی نمیشه. نوع بازی یه لحظه برو زیر مایکت. 5 بازی تو 7 رو کاور کردی. خب تو چجوری 7 رو کاور کردی؟ بعد خودش اطلاق کرد گفت من مافیام نمیخوام منو کاور کنی. بعدش هم تو گفتی بین 1 با 3 مافیاست، 1 رو داری، بعد اومدی سمت 3. تو میدونستی 3 قطعی مافیاست. من که گفتم نمیدونم بینشون کجا. حتی ترن پیشم قبل از 8 داشتم به تو میگفتم تو گفتی کولاک مافیاست بین 1 با 3، ولی الان دوباره برگشتی میگی 3 مافیاست. حالا صحبت تو کردیش سیت 2 بدار، حالا منم صحبتمون بکنم. شماره 9 جان 2 مافیاته. دیروز دقیقاً کاری که کرد منو خلق کرد.
حداقل من داشتم با برآیند شهر می اومدم جلو. اون موقعی که من هفته رو سفید کردم روز بلاین بازی بود که اصلا مافیا همدیگه رو ندیده بود. میترا رو از دست چند تا دست قبلی که خودش پا شد گفت که من واسه مافیا نمی جنگم، من خواستم میترا رو سفید کنم. اون دیگه به خودم ربط داشت. روز بلاین بازی سفیدش کردم که خودش دیگه ترن خودش که رسید گفت من مافیام، دیسلایک هم میداد. ولی امیر جان سیت 2 مافیات، سیت 2 مافیای تمام عیارته. میکنی یه لحظه ببخشید، ببین سیت 5 آخه فکتی نداری برای 2. ببین حالا 2 مثلا میشه فکتی اول، حتی من چالش نداد این اوکی ها، ولی ببین هیچ فکتی نداری. تو مسیرت خورده به 1 که شهروند بوده، مسیرت خورده به 8 که شهروند عزیز بوده، مسیرت من خورده به 3 که امیر، تو که شهروند بوده. سفیدی. امیر جان یه لحظه برو پایین. تو که سفیدی دیگه، نیا کن. اینجوری بذار بازی یه چیزی میخوای بگم. نو سیت هم 2 سفید نداشته باشی. دیروز بازی منو خلق کرده، اینو نمیبینی؟ میگه 5 بازی هم ذهنم خب خب چرا سب کن ذهن مافیایی سب داره، کن یه مافیای دیگه خلق میکنه. ببینید بچه‌ها، من علم غیب ندارم که اگرم باختین به بازی بعد خودتون باختین دیگه. نگاه نوع بازی دیگه تصمیم خودت. 5 فقط میکشی 2 بازی. نگاه کن، من گاد لیدر و مافیا دارم، میگم این مافیا سیت 9 امروز باید تو بازی باشه دیگه، نه که تو بازی نباشه که امروز بهش بزنم. ولی 2 اومد یکی دیگر رو خلق کرد مثل من که 3 رو بزنه. گرفتی چی میگم؟ تنها 5 بازی تو مگه نگفتی بین 1 با 3 یه مافیاست؟ 1 بود رفته گفتی 1، بعد دوباره اومدی سمت 3. پس 3 باید قبله شهر باشه دیگه. مگه میشه تو بین 1 با 3 مافیا داشته باشی، 1 رو بدی بیرون بعدش بگی 3؟ زمان رأی گیری دوستان، آماده باشید. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. خیلی خوب بچه‌ها، خیلی ممنون، بازی خوبی بود. ببینید آخه من کلا بازیکن فکت محوریم، خب یعنی 2 بازی داشت فکتای 5 رو می آورد، ولی 5 میگفت که من شهرم امیر، 2 مافیاس همینه. تا لحظه‌ای که اون فکت رو آورد دیگه گفتم اگه مافیا باشیم چرا من اصلا می‌خواستم این از زبونش بشنوم.
اینو که شنیدم دیگه مطمئن شدم اینجا 2 بازی میخونه مافیای بازی. ولی ببینید 8 بازی آخه 3 بازی هم شهروند بود دیگه. 5 و 8 من انتظار داشتم حداقل به 3 نزنم به فکت اینکه 10 مثلا حرفه‌ای باشه یا مافیا، فقط واسه اینکه این بازی هم در اینجا به پایان رسید. میریم برای اعلام نتیجه بازی. تیم شهروندان پیروز شد. این بازی هم تموم شد. بسیار زیبا و با کلی هیجان بود و لحظات عالی رو با هم سپری کردیم.